کمک والا برسه. ما رو بی سرپرست کردن. بخش ما یک ریزگی چیز نمانده، نه دار نه درخت نه مرغ نه مال، هیچ نمانده. ما بی سرپناستیم، در خیمه هستیم. امون نونم آمد، امون نونم سر ما بند کرده. کس داره مخره، کس که ندارن ما تو گوشنه و توشنه شیشته. سرپناهی ما برای یک خانه بخش ما جور کنه، یک زمین بخش ما تدید کنه که ما رو خنک مکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر هستم یک تن از سیلاب زدگان ولسوالی خوشی. سیلاب که به تاریخ 29 اسد در ولسوالی خوشی آمد، مردم زیاد خساره‌مند کرد، مواشیشان از بین برد، کشتزارهاشان از بین برد، خانه و سرپناهشان مکمل از بین برده و کسایی که کمک میکنن از این زمستان روان است. مردم سرپناه ندارن، به خاطر از ساختن سرپناه خود چوب کار دارن، گادر کار دارن، سمت کار دارن و دیگر چوب سوخت و زغال چیزا به خاطر زمستان خود ضرورت دارن. و کسایی که کمک کردن خداوندشان اجر دارای نصیب بگردانه و یک جهان تشکر و از شما هم که زحمت کشیدین به این عرصه. ما تشکر میکنم از رادیو جوش که کمکار بر ما کردن. ما زلزله هستیم، تخریب شده هستیم، خانه ما کل تخریب شده. تشکر میکنیم از کراکای مبارک بر ما کمک کردن و از در آینده میخوایم که قدم ما کمک کنن. سنگ کار داریم، ریک کار داریم، یک سرپناه کار داریم، گادر کار داریم، خشت کار داریم. توفیقشون خدا بدن که کلمه کمک کار کلمه بکنن. سیلاب آمد، ما را نه خانه ما را ماند، نه باغ ما را ماند، نه جای ما را ماند. فضل خدا سر زیان ندیدیم، اما خسارات مالی و جانی زیاد مالی و از جانی زیاد دیدیم. دیگه هیچ چیز را برمون نماند، نه باغمون، نه درختمون، نه سرپناه را ماند. بس ما هیچ چیز را خدا را نمانده. ما از مؤسسات داخلی و خارجی و از برادرای تجار پیسه‌دار خواهشمند هستیم. خیلی زیاد تشکری میکنیم. زیاد تشکری میکنیم از برادرایی که قدیما کمک کرده و ما کمک میکنند. ضرورت ما این نمیشه که از بعد زمستان چوب، زغال، خانه، سرپناه و دیگر چیزا ما زیاد کار داریم. دیگر از برادرای ما خواهش میکنیم، زیاد تشکری میکنیم که همراه غریب و بیچاره دستشون میگیره. خدا دستشون بگیره، خدا دیگه پولشون نمیده. سیلاب کلیگی مادر کلیگی ما رو برده، مال ما رو، خانه و جای ما کلیگی ما رو خراب کرده. این چیزا رو بر ما نمانده. اگه این پیسه دارا پول دارا که ما کمک کنه خانهشان آباد زنده باش، سلامت باشن. تشکر از رادیوی جوش هم تشکر که کمکار بر ما رسانده. خواست میکنیم از پول دارا پیسه دارا که بر ما کمک کنه. تشکر میگیم برام تو. بسم الله الرحمن الرحیم. از ولایت لوگر ولسوالی خوشی است. سیلاب ما بیخی سر مال ما را از بین برد، زمین ما را، خانه ما را بیران کرده و کلی که خساره رسانده. هیچ را نمانده بخش ما در سر تپه در خیمه شیشتیم، در خیمه گذران میکنیم. حالا حاضر هیچ نداریم، دسترس خود هیچ نداریم. خدایی کمک کنه قدیما که ما سیل زدگی هستیم، بیچاره در میدان ماندیم.